گلرو برای چی از من میترسی؟ مادرم گفتم که با شما گپ نزنم چون که شما زنی باد هستید و من رو میزنید. گلرو با اینجا بیا. مادر جون نزنید. من با تو چی گفتم دما؟ من با تو چی گفتم؟ به اون گپ نزن. تو گپ من رو گوش نمیکنی؟ این چی گپ باشه؟ من تو رو چند بار تاکید کردم با اون گپ نزن. تو گپ رو نمیفهمی ها؟ سرده گودک رو سرده. رویا دخترم من بدی تو رو نمیخواهم. میخواهم که با یک آدم ساق و سلامت خانه دار شوی. کی باشد در این وقت؟ رویا در خانه است. رو از اینجا. در همه جا هم ما را ناراحت نکن. رویا کجاست؟ ایدین اکنون ما را آرام گذار. چقدر یک رو هستی. رویا تو را نمیخواهد. برای چی هنوز هم از پسش میدوی؟ کارت را در شهر پرداخته به اینجا آمدی. عاشقم مادر، عاشقم. مادر نگوی. رو از رویا اینجا. را دیدم میخواهم. مادرم به تو رو گفتم نشونیدی. رویا گوش کن. در را کسا. تو مرا پشتی پا نزن رویا. در را کسا میگویم. زاره میکنم ارتجا میکنم. دیوانه بود از این بچه. من تو را دوست میدارم. تو را نه به این دیوانه بیدیم نه به اون معیوب. آخر تو مرا فهم. رویا گوشا میگویم. یگان چی میخواهی بسیارم؟ نه مادر جانم تشکر. نرگس خواب رفت؟ خواب رفته است. انتقامم رو میگیرم. انتقامم رو میگیرم. میگیرم. من رو راحت گذارید. علیا بس آرام شو. چارش رو میابیم. او رو به دکتر نشان دهیم چی؟ گپ زنی دادوای میکنن. بچه احوال آمده است پسرم. ایشیل رو دشمنی اویله همون میحسابد. برای اویله همون رو ویران کردنش او رو جزا دادن میخواهد. با تو قدر زودتر. نه من از روحم نمی کردم. او برای من شد از عشقش روی گرداند. اگر از خودکشی دست کشی قبول میکنم. خانه‌دار میشم. اکنون تمام. جداییمون تمام شد عمر. انشالله دیگر هیچ کس مانع نمی شود. من برادر دارم. یعنی اون مرده است، زنده است. لیکن در کجا باشد؟ او کیست؟ مادر
پدر مرا بکشد مرا بکشد پدر مرا بکشد مرا بکشد داشت صدیقه مرا خلاص کن. چی شد؟ باز چی شد هاشی؟ این دختر میکشد مرا میکشد. بیامری نکنه باشیم دیوانه شده بای دخترتم. اوه پدرم رو شنیدم و فکرم خوب میدیدن. وقتی که دور دادن فکر کردم که چیزی شده. بس دخترم در خوابم دیدم صدیقه دخترت گلویم را زیر میکرد. مرا کشتن میخواست. وقتی که بیدار شدم دیدم در نزدم ایستاده است. فول راست میبراید صدیقه با خودم راست میبراید. با شما گفته بودم فول کاری شیطان است. دیدی شیطان به درونی من در آمده است. دختری خودش را قاتل نیست آمد. خدایا توبه. هاشی هاشی توبه کن هاشی. سنم رو انتظار نمیشویم. او به سود می آید. انشالله یگان کاری برعکس نشده این خانه‌دارشوی را با آخر میرسونیم. این چی است برژو؟ مادرم با خوراک‌های با بایم میاندازد. با مزه شده است. با من دهتانم نمیدیم. تو نفهمم که چی است نمیدیم. چی میشود؟ ویتامین؟ با ویتامین مانند نیست. شاید این مرگ است که در فول برآمده است. شاید مرگی پدرم در همین است. چی او میگوی سنم؟ با من ده. سنم استو. سنم با تو میگویم استو. الو او را من کرده نتوانستم. به سود می رود. شیشه چای زهر رو هم گرفت. باید او را من کنی. دیوانه من به تو چه گفتم؟ چه خیلی او را روان میکنی؟ باز شیشه رو هم گرفته است. سرمان را به بلا گذاشتی. میلش یگان راهش را میابیم. تو وصیت نامه خسارت را تیزتر گیر. زنی بی عقل همه ای کارها را آمیخته کردی. الو خورشید گوش کن، به تو یک کاری مهم دارم. کنی دوستم خودت رو نشون ده. سرور پسرم خوش آمدی. بیا درو پسرم. خوش آمدی. خوب کردی نبیرای با عقل من. درو پسرم بیا. شرم نکن. چرا مرا فراموش کردی؟ برای چی؟ کنی شین بگانه بری نشین. حاضر به تو دوغابی خنک میدیم. سلام ایدچه. نوی من سرور. تو چی نام داری؟ کنی بگوی؟ نامم گلرو. میدونی چی؟ بیا با بیرون برامده بازی کنیم. مادرم جنگ میکند. گلرو زود با اینجا بیا. صدیقه چی شد هاشی؟ یافتم صدیقه. وصیت نامه می نویسم. ایشیل راست میگوید. باید وصیت نامه نویسم. قرارم را دادم. همه مال و ملکم را به فکرت بگذارم. چه خیلی که میگوید پسر اصل پدرش کسل. برای من قلم و دفتر بیارید. زود راه گرد.
وای 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 ثروتم اومده ثروتم در وقتش آمدی چیزی که به پدرت میرسد به تو هم میرسد آشی به این ناحقی اجازت نمیدیم سنم هم دختری ماست او دختری من نیست اینجا بیا نگریز صدایت را نبرار اکای قربان به خدا خیلی آدمی عجیب هستی. به کودک‌ها کتاب درسی میگیرم به آنها فایده هم رسد. مردم در این وقت و زمان فکری خودش رو میکنند. شما باشید اکای قربان فکری کودکان رو میکنید. خدمتگار هستید مگر؟ حلیمه خواهرم گوش کن ماهی در اینجا جان میکند. چی خیل باز ماهی؟ در آنجا یگان چیز نیست. هست خواهرم حلیمه یک ماهی از آب برآمده از جان میکند. حیران شده است بحر را گم کرده است. جای او خشکی نیست بحر است یکی وای به خشکی برآمده نیست. شما چه ها میگویید نمیفهمم. رفته مادر خریدار یافتم پول خوب میدهد شما فقط امضا کنید. سرده مرا هارون من به هیچ کجا نمیروم فهمیدی؟ مادر یک روی نکنید از وی دکان فایده ای نیست. کسی که کرایه گرفته است پشیمان شده است ما پول لازم. تو نه گفتم هارون نه شد اکنون مجبورم نکن نمیفروشم. لعنت به این زندگی لعنت نگوی پسرم دیگر به من کاردار نشوه حلیمه حالاییست این همه کارهای توست. گوش کن خواهرم حلیمه ماهی‌هایی که در دریا هستند دریا رو نمیدونند. آن ماهی‌هایی که در بحر هستند بحر رو نمیدونند. قدر بحر را دان. بحر نباشد ماهی هم نیست. جای اساسی ماهی بحر است. برای همین جای اساسی این ماهی بحر است دریا است. اگر به خشکی برایند میمیرند. خیلی عجیب انسان در زیر آب میمیرد و ماهی در خشکی. همه چیز در جایش باید باشد. حاضر اگر گویی ماهی کی است خشکی در کجا؟ شیطان به ماهی میگوید که به خشکی برای جای خوب است آنجا. باز کسی که آب بازی کرده نمیتواند به آب درونی آب خوب است میگوید. راست هم آب هم خشکی جای خوب است. نگاه کن خواهرم حلیمه این محله برای ما بحر است. ما به خشکی برای میمیریم. جوانانی حاضر خشکی را میدانند. آنها بی طاقتند. ماند آنها به درون درآیند زیباگی را تماشا کنند به مانندی بحر. فکر و عقیده های آنها از ما دیده در زندگی دیگر است. مانند به خودمان کردن خواهیم فرق نگذاریم شیطان کارش را میکند. تو مرا فهم در اینجا عشق دریا را خشک نکنیم. اکای قربان دیوانه ها بر این گپ نزنید. وقتی شما را گوش کردن ندارم یک تروریستید. خدای خداوند تلفنش جواب نمیدهد. سنم کجا شده باشد زنگ‌ها رو جواب نمیدهد.
دستگیر کردم. او را از نظرت دور نکن. اگر یگان بی عقلی کند بکش او را. فهمیدی؟ اکنون باز دو روز دیگر انتظار میشویم. آخر خودت هم شنیدی سرما. برای ناآمدن سنم این کار را به دیگر روز ماندند. عمر، من در خواطرم. سنم باز یگان بی عقلی نکند. همه کار شدنش ممکن. باوری ندارم. تلفنش جواب نمیدهد. من هم زود باور کردم. آخر من به ضربه های تقدیر به نوبروری ها چنان عادت کردم که ببخش. باز یگان واقع نشده باشد. خدا نشان ندهد. بیا رفتیم. مادر، شما صحت و سلامتید. پیر هم نیستید. این خیلی چیزها رو فکر نکنید. حاضر وقتی وصیت‌نامه نیست، بعد باید صنم هم باشد. در نزد من نامی او را به زبان نگیرید. من یک فرزند دارم، آنم تو هستی و تمامی مال و ملکم را پس میگذارم. خانه ها، زمین ها، زمین ها و خانه ها و مادرم جنگ میکند. جنگ نمیکند. در بیرون بازی میکنیم. بیا رفتیم. مادرم ما رو میزند. غم نخور، من تو رو حمایه میکنم. رفتیم. بیا. مادر جان، اگر خواهید سنم رو هم فکر کنید. نمیکنم. مرا حرمت نکند. من هم فکر او رو نمیکنم. مرا دوست ندارد، منم دوست نمیدارم. انا اکنون امضا میکنم. با وصیت‌نامه‌ات هم مرا دیوانه کرده ای. دیوانه. کمی به خود بیا. از مردن میترسم میگویی و وصیت‌نامه نوشته ایستاده ای. مرگ امری خدا است. کی به چخل مردن آدم را فقط خدا میداند. دخترت تو را نمیکشد، بلکه تو را دوست میدارد. اما تو باشی یک بار میری پدریت را نشان ندادی. اوف این فال به سرمون بلا آورد. دخترت نمیتابد شید. کجا شده باشد بایا؟ گلرو دخترم. بیا گلرو. من تو رو به باغ میبرم. تماشا میکنیم. ما تو رو به نزد خیس میبریم. میخواهی؟ من میترسم. اکای سرور مرا به خونه برید. التماس اکا جان. من اکای تو نیستم. فهمیدی؟ مرا اکا نگوی. خوب مایلش اکا دستم. چیکار میکنیم چنگیز؟ من به وی زن قصد دارم. به این کودک نه. صبر کن سرور. گوش کن از چی کار میکنیم. کمی بعد تو به مهندرت زنگ میزنی. گوره سرور پلیس میآید. گلرو ما بایرو گوره. سرما دخترکم، تو آمدی؟ من حاضر آمده ایستادم. هوریا؟ حلیمه، التماس به نام خدا التجا میکنم. فکری پسرم رو پریشان نکن. تو چه میگویی؟ چی گفتنی هستی؟ گوش کن حلیمه، ما یک دیگر رو خیلی خوب میدونیم. بیا روی راست گپ زنیم. میدونم که مرا دوست نمیداری. میخوای پسرم رو بر ضد من گردونی. التماس بین فرزندانمان ندارو. بگذار آنها خیلی که خواهند زندگی کنند. دخترت کی بودن و از کدام اولاد بودنش رو دانسته او رو دوست داشته است. تو هم این رو میدونی. ما امکانیت میداشتیم بهترین تحفه رو برای سیده میخریدیم. خدایا گپای او رو گوش کنی. به خانه هم آمده به من چی ها میگوید. خدایا همسایه ها اینجا بیاید. چی گپ شد حلیمه؟
چی میشود حمزه؟ یافتند منی بیچاره رو. همه گپشون رو اومده به من میگوید. به همه چیز من گناهکارم. گپ دخترهایم بس نبود که باز او اومده مرا تحقیر میکند. در داد نزن. شنیدی چی میگوید؟ باز اومده در خانه خودم به من داد میزند. مایلش حلیمه گپهایم رو پس میگیرم. التماس مایلش میروم. مست شدن اینها را اینسان گفته به خانه راه دادم. پسرش رو با من رشک میکند. از کاری کردهتان شرم نمیدارید؟ وای خالای هوریا حمزه او چی ها میگوید؟ من چی گناه کردم؟ چرا گپ نمیزنی؟ یگان چیز بگوی آخیر. این زن عشق دیرینه ای تو است. اگر او را دوست میداشتی چرا حیاتی مرا سوزاندی؟ حلیمه خالای هوریا ایستید صبر کنید. مادر باز با بین مادر آمدید. یگان کار کرده نمیشود. من رو میشناسم. اگر بینن میفهمم مثل مادرش حیله‌گر بوده است. زود گریخته است. کاری شده شد. ما از کودک قرض گرفتنی نبودیم. بله ها. از خانه خیلی دور رفتیم. کودک خانه را زود یافته نمیتواند. اکنون رو و مادرش خودت رو نشان ده. شاید این خیلی آسان‌تر میشود. رو ما این درک رو دیم. گلرو دخترم خدایا با کجا رفته باشد دخترم؟ زودتر بیایید. گلرو در کجاست؟ با دخترم چی شد؟ گلرو افتید پایش زخمی شده است. بیایید زودتر. گلرو دخترم دفعه دخترم در کجاست؟ دخترم لبای مادر جان فهمیدم مادر جان. من با او گپ میزنم. خوب مادر خوشبختی مرا نمیخواهید؟ نیت تو مرا از سیده جدا کردن است مگر؟ نیتی من آدم شدنی تو است پسرم. آدم بس است. دیگر به کارهای من دخالت نکنید. من چیکار کردنم رو میدونم. بس است مادر بس است آخر. یعنی همین خیلی یعنی اکنون گپ‌های حلیمه راست میبراید. یعنی تو را از دست دادم. همین طور آفرین به حلیمه. تو را خیلی فریب کرده. درباره او گپ‌های بد نگویید. او خوبی ما رو میخواهد. خصومتی پیشینه‌تان را فراموش کنید. با کارهای شخصی من دیگر دخالت نکنید مادر. چی گفتی هارون؟ چی گفتی؟ این گپ را با من تو گفتی؟ وای بر حال من. حیف تو هارون. حیف با تو. مادر من این گفتنی نبودم. این دویم بار است که مرا می سوزانی هارون. اگر باز یک بار سوزانی میمورم این را دان میمورم. تو خیلی عوض شده ای هارون. خیلی عوض شده ای. حیفی تو. سعیده سروا در کجاست؟ گلرو در کجاست؟ باز چقدر دیگر راه میگردیم؟ کمی دیگر انا رسیم. دخترم اوف شب شد. ثروت حالا دور از کی میرسیم؟ انا در اینجا است. گلرو دخترم در کجا هستی دخترم؟ گلرو دخترم بیا
دخترم در اینجا نیست. در کجاست دخترم؟ کمزنی برد چکار کرده؟ دخترم ثروت در آن شو. از نو کبت بدام است. ثروت در آن کشو میگویم. ثروت در آن کشو. از این محله دست دارم. پدرم را راحت گذار. دیگر پدرم را دیگ نکن. ایستو ثروت. او با دستمون افکن و هیچ کجا رفتن نمیتواند. او رو میکشم. آرام شو ثروت، آرام شو. بس شد اکنون شد. ثروت در آن کشو. دخترم گل رو کجاست؟ ثروت در آن کشو میگویم. حاضر به کجا می روی؟ به خانه می روم. باید تمام اویله را جمع نموده این مسئله را حل کنیم. راست میگویی. جدرت رو میدیم. تو پدرم رو دزدیدی. آیلمان رو ویران کردی. پدرم رو بدبخت کردی. اکنون من تو رو میکشم. ثروت این چی غضب است؟ آرام شو. بس کن اکنون. آرام شو. چی شد؟ چرا آوازش نمیبروید؟ با او چی شده باشد؟ در تاریکی نمیتابد. یک کاغذ ده. تو چی کار کردی چینگی؟ گریز ثروت گریز. چی خلاتش چسبید نفهمیدم. باید او را خلاص کنه. بیا رفته خلاص کنه. اگر برو بینن حفظ میکنم. گریز ثروت
دلچه جانه کنم یاری دل تشکر زیاد گلرو جون تشکر بیاد اینجا برایی فقط خاموش مایلش رفتیم دادم با تو آواره شدن نمیخواهم. باید تو را از سر راه خود دور کنم. این دنیا برای هر دیمان تنگ است. علاج دیگر ندارم. نباید بنیت را به همه جا میخلاندی. خدایا توبه، این خیلی شبه آور است. در درون کسی هست. به کجا رفته باشد؟ میکوبیم دخترم. این خیلی رفتن گیرد. شبها وقتمون فقط برای جستجوی ثروت میگذرد. راه گرد دخترم، رفتیم. ثروت چی شد ثروت؟ با فکرم یکم واقع شده است دخترم. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. تیمور، آمدم که از تو بخشش پرسم. عمر، وقت داری گپ زنیم؟ در بیمارخانه گپ زدیم کو؟ در آنجا تو گپ زدی، من گپ نزدم. گذار.
با مادرم جنجال کردم. خیلی زیق هستم. اگر تو هم مرا نفهمی من از اینجا میروم. یعقوب به من جواب ده. من تو را میفهمم و قبول میکنم. اگر راضی باشی با تو خانه دار میشوم. اگر خواهی برای با تو گریختن تیار هستم. با من خانه دار شدن میخواهی یعقوب؟ ببخش رویا، نقشه ما عملی نمی شود. باید خیالهای خام نکنیم. باید حقیقت بین باشیم. خوب میلش، تو را فهمیدم. فکر کردم که جسور هستی، لیکن خطا کردم یعقوب. رویا، بیسرم بیسرکم. چی گفتنی هستی گبزن؟ تو را گوش میکنم. گپ میزنیم عمر. سروسی من نیستیم. به من یک چای مرحمت نمیکنی؟ چای می نوشیم. سرما چی شد؟ از من چی میخوایی؟ تو از من هستی. تو رو به هیچ کس نمیدیم. مرو سرده. داد نزن. سرده بگویم. داد نزن. با تو یک چیزی مهم گفتنی بودم عمر، اما این عکس مادرتون نیست؟ عکس مادرت رو به من نشان داده بودی. عکس پدرت باشد، درونیده شده بود. آن همین نیست؟ تیمور، مگر این زن مادری تو است؟ تیمور جواب ده. سرما راست میگوید. از تو میپرسم گپ زن، این مادری تو است؟ تیمور، عمر، چرا خاموشی؟ گپ زن میگویم. شدکزون برا به حالم زورت. عمر
عمر بس کن. تو جواب ندهی به هیچ کجای نمیروی. حقیقت رو فهمیدن میخواهید؟ بله وی مادری من است. مادری من است. تو باشه دادری من هستی. آرام شدی اکنون. تیمور برادری من است. برادرت؟ برادرم. وی برادری من است. تیمور. تیمور. ایستا صبر کن تیمور. تیمور. عمر. شد. آهسته. آنا مادر جون. آهسته. آمدیم. آهسته دخترم. شد مادر جون. شد مادر جون. تمام مادر جون. تمام. سلام دخترم چی شد؟ با من نمیگویی؟ مادرم در درونی آتش بود. ابایستانم مادرم رو نجات داد. شد دخترم خیز بس دنیت رو شد. من خودم سنم چی شد؟ نپرسید مادر جان. تقدیر رو بینید به کسی که نفرتی زیاد داشتم نجاتش دادم. یعنی انسان بودن همین خیر بوده است. او رو از آتش نجات دادم. لیکن این معنای آن رو ندارد که به کارهای کرده از چشم پوشم. نجاتش دادم اما مبارزه امان دوام دارد. چون که وی شیطان است. حس میکنم. دخترم. تیمور. ایستا صبر کن. تو با من نفهمانی به هیچ کجا نمیروی. گپ زن. مادام که برادرم هستی برای چی از ما پنهان کردی؟ برای چی؟ چی مقصد داری؟ شد اکنون شد. با من جواب میدهی تیمور؟ جواب میدهی؟ خودی حاضر. برای چی برادرم بودن رو پنهان کردی؟ برای چی؟ مجبورم نکن التماس. برای چی خودت را مرده گفته پنهان کردی؟ برای چی حجت ها را عوض کردی؟ عمر بس کن. چرا زلیخا الماس تو را برای کشتن شوهرش گناهکار کرد؟ چرا؟ عمر بس کن گفتم بس کن. تو چی مقصد داری تیمور؟ برای چی به این محل آمدی؟ برای چی که بودنت را از ما پنهان کردی؟ و این جواب میدی تیمور؟ چرا این کارها را کردی؟ همش را میفهمونی. مادام که برادرت هستم همه چیز را دانستن میخوام. فهمیدی؟ شد گفتم شد. عمر بس کن. عمر تو نگویی به هیچ کجا نمیروی. الو پدر. گوش میکنم پدر. میوید؟ کی؟ مایلش پدر. شما رو در اینجا تحفه غیر چشم داشت انتظار است. بیایید پدر. و بابایم سلام رسانید. عمر. مایلش تیمور. درباره تو همه چیز رو یک به یک انیق میکنم. برادر. کجا شد این دختر؟ با تلفن هم جواب نمیدهد. خدایا هیچگاه این خیل نمیکرد. جواب ده دخترم. کجا شده دخترم رویا؟ با تو چای دم کردم رویا. حاضر دستانت رو میکشایم. چای نوشیدن میخوایی؟ مرحمت بینوش. که هاست که این روز رو انتظار بودم که پهلوی هم نشسته چای نوشیم و من
روی زیبایی تو را تماشا کنم. آرزوی من تو اصلی روی از جایت نجنب. محبتم رو ویران نکن. تا حال نفهمیده ای مگر آخر تو را دیوانه وار دوست می‌دارم. من باز چیکار کنم که تو با من باور کنی؟ بگو چیکار کنم؟ رویا، بی تو زندگی کردن نمیتوانم. میفهمی؟ نمیتوانم. تو مرا دیوانه کرده ای. تو را به هیچ کس نمیدیم، خصوصا به آن لنگ. فهمیدی؟ نمیدیم هیچگاه. سرده مرا دیوانه نکن، دیوانه نکن. تو از من هستی، از من. بابا جان، میدونید کی می آید؟ کسی که انتظارش بودم می آید. کسی که خونی مادرم را ریخته است می آید. پدرم که چندین سال با نفرت انتظارش بودم. پدرم. اکنون اولی عدلی ها را طرفه غری چشم داشته انتظار است. بیاید پدر. پسرتان شما را انتظار است. پسرتان برای شما یک تحفه تیار کرده است. تحفه‌ای که چندین سال باز صاحبش را انتظار بود. باز یک چای بیارم ننوشی؟ تشکر ایشیل، کافی است. ایشیل، ماشین یاری تاجری که اومده مرا میبرد. زودتر راه گشتن میخواهم. باز یکان کاری برعکس نشود. نمیشود جانم، فکر نکن. با این احوالم خیلی تو را عذاب دادم. انشالله صحت میشم، راه میگردم. انشالله. سنم دخترم با کجا؟ صبحانه تیار است. کاری ضرور دارم مادر جان. زود میآیم. صدیقه چی شد هاشیم؟ سحری بر وقت چی داد میزنی؟ قچی داشت صدیقه. بستویم می اومد، پایویم رو دستویم رو ریزه میکرد. تو چی ها میگویی هاشیم؟ باز خوابی بد دیدی مگر؟ نه صدیقه، سنم رو دیدم. قچی داشت صدیقه. در کجاست؟ در کجاست؟ تو را یافتم. فکر کردی که از من میگریزی ها؟ من دیدم صدیقه با قچی مرا چخ میبرید. سنم شموف بس اکنون. آخر او دخترت از خونه با یک فولی دروغ باور کردی؟ چه خیلی که میگویند به قرقری زاغ باور کنی از غم نمیبرایی. اوه شیم، نخواد به فالبین باور کنی. یک به احوالت نگاه کن. سنم در کجاست؟ قچی انا میرا در شود کمی به خود بیا. عقلت رو کار فرموده به سفسطه ها باور نکن که وگرنه دیوانه میشوی. بعضی ها خرسند میشوند. آمدم شما کستی؟ زنی که خانه هم با سوزانده است در همینجاست. کیست شما؟ از او چی میخورید؟ دیگوی دو در همینجاست.
فکر کردی که از من میگریزی؟ آوازت رو نبرار وگرنه حالت بد میشود. ایستا میگویم نگریز. کی آمده باز کی دیجایه؟ چی شد اسنی؟ کلینتور خونم رو آتش زد. کلی ضررش رو دید. شما چی ها میگوید؟ من خانه هیچ کس رو نسوزوندم. من خیلی ضرر دیدم. اگر خواهید که به پلیس شکایت نکنم کلی ضرر رسانده رو دهید. به من گوش کنید امک. من رو در اونجا سوزوندن خواستن. جانم رو با یک عذاب خلاص کردم. به من دروغ نگوید خانم. وقتی که از اونجا برآمدید همسایه‌ها شما رو دیدند. کلی ضرری رسانده رو دهید. ایران از اینجا خود رو با عقل فکر میکنی یو. من رو به عقل فکر میکردی ها. ایران از اینجا رفتی نه علاش خودتون میدونید. من با پلیس شکایت بکنم. گم شوه. نه والا میبینید. من یگون کار نکردم. نه بیراتون کرد. ثروت با یک جوجهش مرا در اون خانه محکم کردن. دروغ میگویی. آنها هنوز کودکن این کارو نمیکنن. مایلش من هم شکایت میکنم. با پلیس رفته از ثروت شکایت میکنم. با من چی؟ آشی او راست میگویم. زنم هم از آتش خلاص کردم گفت نشنیدی؟ ای بابا با فکرم راست مادرم میگویم. میسوخت. اپای سنم مادرم رو نجات داد. اگر اپای سنم مادرم رو نجات نمیداد مادرم میمون. ایشیل ایستو سر و من نشو. ایستو اول همش رو فهمیم. من همش رو فهمیدم. ایشیل باید بله گویم. اوه سرواد پسرم چرا مرا اینقدر عذاب میدی؟ الو فهمیدم مادر جان فهمیدم. ثروت چی شد دخترم باز چیکار کرد؟ گپ زن کلیدین شب چیکار کردید؟ ایشیل رو کشتن خواستید همین تم؟ راست است که او رو سوزوندن خواستید؟ من هیچ کس رو سوزوندن نمیخواستم. تنها ترسوندن خواستم. بعد نخواست آتش علنگه زد. خدایا راست بوده است. اوه ثروت مادر جان دیگر نمیتوانم خسته شدم. من هیچ کس رو کشتن نمیخواستم. نخواست شد. گوش کن او قریب که میمرد سلام او را خلاص کرد. اکنون ایشیل با پلیس شکایت میکند میفهمی؟ دخترم یکدم ایستو یکون چورا مییابیم. ثروت پسرم آخر تو چیکار میکنی؟ در حبس میخواهی ششتم میخواهی که داغ داشته باشی؟ تو دیوانه شده ای مگر؟ من هیچ کس رو کشتن نمیخواستم. دروغ است دروغ. رفته او رو باز داشتنم لازم. خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ مادر من زود رفته میآیم. دخترم اول آرام شو. خدایا باز یگان به عقلی نکنی علیا. دروغ من کشتن نمیخواستم. کجا شد لعنتی؟ تو رو میابم. از دستم نمیگریزی. وقتی که پدرم درباره تیمور فهمیدن با تو زنگ زده پرسیدنی شده. بله سهر زنگ زده پرسیدند.
амакам ҳам ба монанди ман ҳайрон шуданд. бародарам ҳам бошад дилам ба ӯ гарм нашуд. ман мехостам бародар гуфта ӯро оғӯш гирам, лекин як чизро фаҳмида наметавонам. умар як кас маро таъқиб мекунад. ба фикрам дуздидан мехоҳад. умар барои кӣ ва барои чӣ дуздидан мехоҳад? намедонам, ӯро намешиносам. чӣ воқеа шуда истодааст, лекин чӣ намефаҳмам. умар, ту фаҳмида метавонӣ ки дар даруни ин чӣ аст? илтимос мекунам. инро аз куҷо ёфтӣ? коғази болояш мисле ки аз ин нест. инро часпондаанд. нигоҳ кун сурма. این دوروро медонам, лекин ташхис кардан лозим. бале, санҷидан лозим. ишил инро ба хӯроку меандозад. ишил гуфтӣ? чаро ҳайрон шудӣ сурма? чанд бор дидам ки темур бо ишил гап мезад. темур ҳар вақт як баҳона мекард. росташро гӯям, ба ягон гапаш бовар накардам. биёед меравем. бояд чӣ будани онро фаҳмем. ин барои мо як роҳ нишон медиҳад. рафтем. имрӯз ҷарроҳӣ намекунам. маро омода намебаранд. ту ба куҷо меравӣ? то омадани ёрии таъҷилӣ рафта меоям, ҷонакам. зуд бармегардам. ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. намегузорам ки равӣ. маро қариб мекуштанд. санам намеомад, ман мемурдам. мефаҳмед? бояд ба полис гӯям. набошад он одам маро гунаҳгор мекунад. майлаш, ягон роҳашро меёбем. чизе ки нашавад ба ӯ пул медиҳем. пул медиҳем. ҳошим, ба ӯ пул медиҳем. ҳамин тав не ҳошим, пул медиҳем. пул надорам сидиқа. чӣ нигоҳ мекунӣ? ҳошим, бошад бо дилу ҷон сидиқа, ба худо нест. ҳошим, мехоҳӣ ки набираамро ҳабс кунанд? намехоҳам. ба набираи ман, сарвати ман. ин хел бошад. рафта он одамро ёфта ба ӯ пул деҳ. келинро бошад ман кун, фаҳмидӣ? ман кун. фаҳмидам сидиқа, ман пул надорам, фаҳмидӣ? ҳошим, пулҳоятро ба кафанат гузошта ба қабрат мебарӣ? ба ман дар бораи кафану қабристон гап назан. сидиқа, фаҳмидӣ? гап назан. фақат пулҳоят аз сарат монад. ин зан куҷо рафта? алия, ӯ ягон гуноҳ надорад. гунаҳгори асосӣ ман ҳастам. аз ман шикоят кун. сарват писари ман аст. ман ҷавобгари ӯ ҳастам. агар қасд гирифтан хоҳӣ аз ман гир, задан хоҳӣ маро бизан, лекин ба писарам раҳм кун, илтиҷо мекунам. алия, келинаки зебоя. ишилист. алия, ӯро ман кун. шумо ба кӣ занг мезанед? ба темур занг мезанам. ба хона даъват мекунам. вай ҳам аз оилаи мо аст. бо умар бародар аст. бо вай гап занам, раҳматии модарашро хеле дӯст медоштам. сурма дигар номзади ӯ нест. дигар найранг набофед. ту ба ман чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? гап зан канӣ? чӣ мегӯyӣ? ман найранг мебофам? کنی؟ چیکار میکنید؟ سر دهید. ای بی‌تربیت. دهانت بوی شیر میآید و با مادرت گپ می‌کردی. بی‌ادب. من به تو نشان میدم. سر دهید. آنا. سر دهید. دیدی؟ تو با کی گپ می‌کردی؟ سر دهید آخه باز یک باری دیگر گپ کردم. زبانت را میکنم. فهمیدی؟ کنی برگرد. برگرد میگویم سعیده. سعیده چی شد؟ سعیده گوش کن. خدایا هارون تو آمدی. چی آوردی کنی بینم؟ در درون این چی است؟ و درون درو پسرم. در اینجا نیستو. دختران همین خیل هستن. ناز میکنن. با مادرم جنجال کردنم رو دید. با فکرم از من رنجید. ای عجب ساده بوده ای پسرم. هیچ چیز رو نفهمیدی. سعیده برای چی ناز میکند؟ نفهمیدی مگر؟ توی میخواهد. تو این رو میفهمی یا نه؟ سعیده توی میخواهد؟ البته پسرم. شرایطی توی کردن داره؟ وای البته داریم البته. این طور باشد
البته توی کن. این خیلی باشد من رفته با مادرم مصلحت کنم. البته با مادرت مصلحت کن. گوی که توی میکنی. نفهمیدم. پسرم دخترهای حاضرت توی مادر میگویند. بعد از توی باشد خوشتومن. سایده رو من خیلی خوب میدونم. وای با خوشتومنش در یک خانه زیستن نمیتواند. فکر میکنی که او دختری خیلی باداب است و مادرت رو دوست میدارد. حالا میبینی من دخترم رو خوب میدونم. از حالا علاج مادرت رو یاب. چیکار کردنت رو خودت میدونی. مادرت رو و یگانجا جا کن و من هم توی رو سر میکنم. شیر ایست با من گوش کن. شیر پسرت مرا کشتنی بود. مرا سوزاندن خواست. اگر با پلیس نگویم برای آتش زدن خانه مرا گناهکار میکنند. من باید خودم رو محافظت کنم. یک طرف ایستو. گوش کن شیر با من گوش کن. بین ما چیزهایی که نبود. شوهرم رو از دستم گرفتی. خانم رو ویران کردی. چیزی نگفتم لیکن نمیگذارم که حیاتی پسرم رو سوزانی. با همه کارهایت چشم پوشیدم. آخر تو هم مادر هستی. تو هم فرزند داری. بعد از خانه ویران شدنم پسرم تماما عوض شد. او رو دیدم من هم درون به درون میسوزم. همین دردم با من کافی است. باز همین مرو زیاد نکن. کودکت رو صاحبی میکردی. با من چی؟ ایشیر ایست. ایشیر خیلی مهم است. همین که نتیجهش برایت روان کنه. مایلش خوب شده است. مایلش. سلام سرما. سلام. سنم رو نمیبینم. با کجا رفت؟ او گفت که با پلیس میرود و از بالای همون مردی که او رو دزدیدن میخواهد شکایت میکند. مایلش فهمیدم. تشکر. خدا شفا دهد. نمیگذارم. هیچ وقت خانم رو ویران کردی. آینده پسرم رو ویران نکن. ویران نکن. سرده مرا سرده. شد اکنون شد. پسرم از برای تو با این احوال افتاد. تو نمیشدی این کار نمیشد. شد راحت گذار. یک طرف استو یا یک طرف استو. ایشی اگر با جای تو میشدم پیش از اون که با پلیس روم با پسم گشته نگاه میکردم. فکر کردی که این رو گم کردم؟ ها؟ آنا در دستم است. با من چی؟ این رو تو با خوراک پدرم میانداختی جانکم؟ دروغ. گرفتار میخوایی؟ بگیر گیر. ها قریب فراموش کنم. چیزی در درونش بوده رو برای سنجش دادم. چه خیلی ویتامین بودنش رو میفهمی میشیر. بعد با نتیجه تشخیص پدرم مقایسه میکنی. با ثروت در حفظ همراه میشی. او رو در اونجا نگاه میکنی. فهمیدی؟ نگاه میکنی. اگر حالا هم شکایت کردن خواهی راو من هم شکایت میکنم. راو میدونی درباره کی شکایت میکنم؟ درباره اون مردی که مرا دیروز تعقیب میکرد. دزدیدن میخواست. بله تو درو. من دعا کن که مادر هستم وگرنه دلم نمیسوخت. با پسرت گپ زن که دیگر با من کاردار نشود. تو دیوانه شدی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ دختر در کجاست؟ گریخت که از دستم گریخت. تو چی گفتی؟ آخه تو دیوانه شده ای. چخل گریخت؟ من به تو چی گفته بودم ها؟ آی بالا سند. مایلش به جای خواستش نمیرسد. پول من چی میشود؟ چخل باز پول؟ چیکار کردی که پول بخوایی؟ اکا به خدا به پول خیلی احتیاج دارم. در شو از نظرم. اول پول را حلال کن بعد بیا. را گفتم از اینجا. زودتر نیست شو.
همه این ناخوشی ها مرا پیگیرند. من این پول رو از بینیار کشیده میگیرم. الو؟ تو چی میخواهی؟ چی؟ تو چی گفتی؟ شیشه چرا با تشخیصگاه دادند؟ شما میدونید چیکار کردید؟ فکر میکنی آن مرد شیشه را از دست سنم گرفته توانست؟ اگر نگرفته باشد چی؟ تو میدونی که عاقبت این کار چی میشود؟ گوش کن شیل، اگر تو به دست رفتی من تو را تماما نمیشناسم، فهمیدی؟ میلش بسیار واهمه نکن، یگان چاره میابیم. حاضر تو راست به خانه رو، همین که زنگ زدم میایی فهمو؟ تو چی نمیشنوی ها؟ رو همه کارا من خودم حل بکنم. رو گفتم رو. همه ای کارهایی کردم برباد میروند، لیکن من بعد از این چی کار کردنم را نغز میدانم. آهسته عجلت رسیده است. خدای وای اکا وای اکا گوش کنید، در خوابم چی دیدم میدانید؟ گوش کن آشین، اول سلام ده، بعد گپت رو گفتن گیر. میلش سلام اکا. هر شب خوب میبینم اکا سنم مرا میکشد، آخر چیکار کنم؟ گوش کن برادر، وقتی گوش کردن خوابهای تو را ندارم، نترس، در خوابت نمیموری، با اجل خودت میموری. اکا چی شد؟ خبر نداری چی شده است؟ از چی اکا؟ علی میباید این خبری اساسی. دویومش تیمور باشد، با عمر برادرم. چی گفتید اکا؟ کودک فاطمه نمرده بوده است، بلکه زنده. اون کودک تیمور است، فهمیدی؟ یعنی اکا تیمور هم عدلی است از عائله خودمون؟ من هم نفهمیدم که برای چی دل من به این کودک گرم شد. وای هم عدلی بوده است، عدلی خودمان. نمیدونی که با اونجا در اومدن من است. تو در اونجا چی میکفتی ها؟ من یک شناسم را میگفتم، نبوده است، ببخشید. سرم درد میکند، خیلی درد میکند اما که خورم. آمدیم پسرم، آمدیم. باز کمی صبر کن، حاضر دکتر به تو دارو میدهد، با رازیگی خدا شفا میابی پسرم. بیا جانم بیا، بابای اهمیت نده، با خدا حواله میکنیم. فهمیدم مادر جون. خانم علیه، یک دقیقه می ایستید. با شما درباره ثروت گپ زده میتوانم؟ البته استاد. میدانید ثروت روزهای آخر خیلی دیگر شده است. البته شما هم کوشش میکنید، با او کمک کردن لازم. اگر ما کوشش کنیم مکتب هم دستگیری میکند. تشکر زیاد. انا این رقم تلفنی من، اگر کمکم لازم شود با من حتما زنگ زنید. تشکر. این تویی؟ اینجا بیا. پسرم رو به حالش گذار. سلام علیکم آقای دکتر. و علیکم السلام. عمک قربان مرحمت. در محلمون یک کودک فقیر بود، بیمار شده است، او را به دکتر آوردم. سرما رو معاینه میکند. من باشم تو را یک بینم. گفتم چه خیال هستی عزیزم؟ تشکر عمک قربان، خوبم. بیایید شینید عمک. مرحمت شینید.
گوش کن. میدونی شیطان پیش از رانده شدنش در کجا بود؟ به چه کار مشغول بود؟ به چه کار مشغول بود؟ در بین فرشته ها بود. به مانند برادر بود. برای چی به اینجا آمدی؟ از محله میروم. التماس به من اجازه ده تا دخترم رو گرفته روم. همه این نقشه ها را ویران کردی و اکنون گریختنی ها؟ تو را با دخترت یک جا میکشم، فهمیدی؟ کار را تمام نکنی به هیچ جا نمیروی. به این طرف. به این طرف گفتم. شیطان در بین فرشته ها با آنها به مانند برادر بود. میدونی خار هم تخم دارد. به خاک یک جای که شد کلان می شود. زود کلان می شود. فرشته ها همین خیل هستند که برای با خاک یک جای شدن حرکت نمی کنند. خواهش هم ندارند. وقتی که خداوند انسان را آفرید، پدری اولمان حضرت آدم علیه السلام را گرفته از لای آفرید. هنوز روحش جان نگرفته، روحی شیطان جان گرفت، خاک را پیدا کرد. انا همین خیل. هنوز روحی انسان جان نگرفته، خار شیطان به بدنی وی در آمد و در آنجا گرفت. همون وقتی که انسان جان گرفت، شیطان هم بر ضد خدا برآمد. حاضر میپرسی که این خودش چی گفت؟ کار حکمت است عزیزم. قابلیت ها در اقلیم مبارزه انکشاف می‌یابند. فرشته های انسان حتی به یکدیگر پیوستند. برای همین انسان باید عذاب کشد که قابلیتش وسیع شود، که همان فرشته ها هم هوس کنند. شیطان خیلی حیله ها دارد امک. نگاه کنید. برادر را کشته نیست. چه خیلی که قابیل را کشته بود. حیله های شیطان از 4 طرف است. از طرفی راست بیاید. کارهای خوبی که میکنی همه‌اش را ویران میکند. اخلاص و صمیمیت را ویران میکند. وادی های حرامش را به مانندی باغ جنت میگرداند. بین حلال و حرام فرق نمیماند. خواهد قرب جنت را به چشم دل ما پست کند. اگر رفت شیطان از پیش آید، آیندت را سیاه و شبهه دار میکند. جنت نیست میگوید، دوزخ هم نیست میگوید، ترازوی ثواب و گناه هم نیست میگوید. انسان را از راهی راست میبرارد، انسان را ظالم میگرداند. باز اگر رود و از پس آید، به انسان دنیا و آخر نمیرسد میگوید. انسان را دنیا بیزار میکند. اما که قربان، اگر شیطان از هر طرف بیاید، زوری کس به او نمیرسد. نگاه کنید، جایی نمانده است که وی اشغال نکرده باشد. 2 طرف مانده است، وی آمدن نمیتواند. تو اینها را گذاشتی دکتر؟ کدام راه اما که قربان؟ چپ و راست، پیش و قفا، باز چی ماند؟ پایان و بالا ماند. بالا مانده است. طرفی که خدا را حرمت کرده دست میبرداری، یعنی راهی که عزیزم دعا کردن. باز پایان، این هم جایی که انسان به خدا نزدیک می شود، جایی سجده کردن. انا شیطان عزیزم در این طرف ها کلا نیست. شما امک حال ما رو بینید. من یک برادر دارم، او از من قصد گرفته نیست. گوش کن، به تو چی میگویم؟ قصد نفرت به زمین افتیده خار شده است. تو حاضر این 2 راه را همین خیلی استفاده کن. اکنون شیطان دیگر تو را خاردار نکند و آن خار آب شده. آن برادر شیطانت را به مثل فرشته گردانده. برو به تو برادر کنه جانی اما، فهمیدی؟ اما که قربان، همه وقت راست میگویید، لیکن مشکلی را هم نشان میدهید. دشمنی کسی که شیطان است باید پایش را مستحکم گذارد. شیطان همه وقت پیش پا میدهد، یعنی قوه ندارد که به مانندی پهلوان زند. و تنها آهسته تیله میدهد تا که آن شخصی تکان خورده خودش را به آتش پرتاید. پیش پایت را نگاه کرده پا گذار که دیگر کس هم تو را پیش پا ندهد. گفتنی هستم که دکتر، وظیفه‌ای که داری باید برادر به برادر کند. تو به مانندی برادر شو.
هیچ اندیشه بد را به دلت راه نده، فهمیدی؟ و برادرت نشان ده که اندیشه نیک چی است. کی آمدن؟ معلمه با دکتر. من روم اکنون. مایلش امک قربان. بچه آورده ای من چیکار شد دخترم؟ داروهایش را دادم. اگر در وقتش استعمال کند انشاءالله صحت می شود. وزیر شما را در بیرون انتظار است. خب تشکر. این جوابی تشخیص. مرحمت.